سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر. با قسمت ششم دوره با موضوع حرکت سکون در خدمت شما هستیم. باز هم کارتون داریم، فایل های جذابی داریم که میتونه خیلی به شما کمک کنه برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها. خب با نام خدا میخوایم شروع کنیم. منظور از حرکت سکون چیه؟ حرکت منظورمون هر نوع فعالیت فیزیکیه. یعنی هر فعالیتی که بدن حرکت داشته باشه. در یک کلمه بخوایم خلاصش کنیم یعنی کار کردن که شامل هر چیزی میتونه بشه. پیاده روی کردن، دویدن، خرید کردن، نظافت، شستن، اتو کردن، ورزش کردن، آهنگری، هر نوع کاری که ما انجام میدیم، هر نوع فعالیت فیزیکی و بدنیمون ما اسمش رو میذاریم حرکت. سکون به چه معناست؟ سکون یعنی نبود حرکت یا کم بودنش. یعنی میگیم این فرد به نسبت بقیه افراد ساکنه. سکون خیلی بیشتری داره، فعالیتش خیلی کمتره. یا کسی که مثلا رو تخت بیمارستان خوابیده، نمیتونه از جاش بلند بشه، این فرد سکون داره. در یک کلمه بخوایم خلاصش کنیم یعنی استراحت کردن. یعنی نشستن، دراز کشیدن، خوابیدن، لم دادن، به هر شکلی. حالا میخوایم ببینیم چه تأثیری روی سلامتیمون داره و چطور باید ازش استفاده کنیم. یه بحث خیلی جذاب و البته متفاوت با اون چیزی که قبلا آموزش دیدید. اما جدای از بحث خرید کردن، خورد و خوراک، کارهای روزانه که باید انجام بدیم، بدنمون چه نیازی به این حرکات داره؟ ما میخوایم تأثیر حرکت روی بدن رو به 3 شکل خیلی ساده توضیح بدیم. میخوایم یه عقب‌گرد داشته باشیم به قسمت قبلی دوره. ما گفتیم که همیشه نیاز داریم به خوردن غذا و غذا همیشه مقدارش در بدن ما میمونه. این عکس‌ها رو اگر ببینید، ما حتی اگر آب هم درون یک ظرف بریزیم و بذاریم خشک بشه، اثر اون آب میمونه. دوغ بخوریم، ظرفش دوغی میشه. خورش بریزیم تو ظرف، ردش میمونه. آب تصفیه بذاریم، آب نمک داشته باشه، اینا فرق میکنه. آبگل بریزیم توی ظرفی، باز اثرش فرق میکنه. غذا بسوزه، روی ظرف جاش میمونه. سرخ کردنی هامون جاش میمونه. پس ظروفی که برای خورد و خوراک استفاده میکنیم، همیشه یک ردی از غذا روی اونها میمونه که اینها خود به خود تمیز نمیشه. ما باید تمیزش کنیم. یک همچین جرمی، یک همچین اثری هم روی بدنمون داره. همینطوری که دیواره های کتری موقعی که بعد از چندین سال جوشیدن آب میبینید یه جرم زیادی دورش جمع شده، همین جرم هم درون بدن میتونه جمع بشه. اما این باقی مونده های غذا تأثیرشون روی بدن چیه؟ به چه شکلی خودشون رو نشون میدن؟ به شکل سردرد، بیخوابی، ریزش مو، چاقی شکم یا جاهای مختلف بدن، آبریزش بینی، حساسیت‌های فصلی، سردی دست و پا، جوش، کهیر، یبوست، واریس، درد مفاصل، درد مثلا کمر، بی‌اشتهایی، خواب‌آلودگی، افسردگی، تنبلی، بیحالی بدن، همه اینها میشه عوارض موندن اون اثرات غذا که ما باید اونها رو دفع کنیم. خود بدن به تنهایی نمیتونه، ما باید بهش کمک کنیم. برمیگردیم به آشپزخونه. هر ظرفی برای تمیز کردنش به یک روش نیاز داره، به یک ابزار نیاز داره، به یک ماده شوینده نیاز داره. بعضی ظرفامون ما با آب خالی میتونیم بشوریم. بعضی از ظرفا اسکاج نرم باید کشیده بشن، بعضی هاش زبر. بعضی ظرفا سیم ظرفشویی نیاز دارن. بعضی ظرفا رو ما میذاریم تو ماشین ظرفشویی. بعضی هاش با همون ریکا تمیز میشه. بعضی هاش بعد جوش شیرین بریزیم، بذاریم چند ساعت بمونه. بعضی هاشو بعد جرمگیر استفاده کنیم. و هر ظرفی روش خودش رو داره برای تمیز کردن و همینطور هم بدن روش‌های خودش رو داره برای پاک کردن. منظور اینه موادی که درون بدن جمع میشه به روش‌های مختلفی ما باید اونها رو دفع کنیم. بعضی‌هاش با عرق کردن، بعضی‌هاش با حجامت کردن، بعضی‌هاش با ورزش، بعضی‌هاش با ادرار مدفوع، بعضی‌هاش با خلط گلو، با حمام کردن، با روابط جنسی که این موارد رو در قسمت قبلی ست ضروری توضیحش دادیم. حالا میخوایم در این قسمت ادامه اون موضوع رو با هم دیگه داشته باشیم. این از اولین تأثیر. بعضی وقتا برامون پیش میاد که سردمونه. میریم بیرون، دستامون سرده، پاهامون سرده، زانوهامون سرده، یخ کرده. نمیتونیم با غذا خوردن گرمش کنیم، نمیتونیم با دارو خوردن گرمش کنیم، دیر اثر میکنه. تأثیرش اونقدر زیاد نیست که ما مد نظرمونه. همیشه با بخاری نمیتونیم خیلی خوب گرم بشیم، درون بدنمون گرم نمیشه. با حمام کردن، با زیر پتو رفتن همیشه اونطوری که دلمون میخواد گرم نمیشیم. در این مواقع نیاز داریم به حرکت کردن. نیاز داریم به
مالش دست ها. شما 30 ثانیه نه 10 ثانیه دستاتون رو تون 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 به هم دیگه مالش بدید، گرم میشه. تو سرمای زمستون هم این کار انجام بدید دستاتون گرم میشه. یه مقداری سریع حرکت کنید، یه مقداری اگه بدوید بدنتون کلا گرم میشه. افرادی که میگن ما پاهامون همیشه سرده، دستامون سرده، یه مقداری اگه ورزش کنن، نرمش کنن، فعالیت خوبی داشته باشن، بدنشون گرم میشه. این حرارتی که با فعالیت‌های بدنی ما پدید میاد جنسش طبیعیه، از جنس حرارت ذاتی و طبیعی خود بدنه و ما باید این حرارت رو مدام تقویت کنیم، مدام تأمینش کنیم، چون برای هضم، برای جذب، برای خیلی از کارها ما به این حرارت نیاز داریم. تا معده گرم نباشه که نمیتونه غذا رو هضم کنه، تا قلبمون گرم نباشه که نمیتونه فعالیت داشته باشه. اصلا حیات، زندگی با گرماست. حالا ما میخوایم این گرما رو با فعالیت کردن جبران کنیم از جنس طبیعی خودش که نمیتونیم از دارو و غذاها همیشه و به صورت کامل استفاده کنیم و گرمایی که با حرکت کردن ایجاد میشه هم تأثیرش موقتی و کوتاه مدته و هم تأثیر بلند مدتی داره. بریم تأثیر بعدی حرکت کردن. این عکس رو ببینید. ما زمانی که میخوایم این شربت رو میل کنیم اونو هم میزنیم که خاکشیر و تخم شربتی که ته‌نشین شده بیاد بالا. زمانی که شکر یا قند یا نبات میریزیم تو چای نمیذاریم خودش همینجوری آب بشه بعد بخوریم، همش میزنیم. این هم زدن باعث میشه که اون ماده شیرین در کل چای پخش بشه و ما لذت بیشتری از چایمون ببریم، نه که اولش تلخ باشه آخرش این خط شیرین باشه که دلمون رو بزنه. شربت خاکشیر یا دوغ که میخوایم بخوریم اونو کامل هم میزنیم که یک دست بشه، اولش آبکی نباشه آخرش این خط صفر باشه که گیر کنه تو لیوان نیاد بیرون. پس ما بعضی وقتا هدفمون از فعالیت کردن جابجا کردن مواده، در خون به صورت خوب پخشش کنیم که به کل بدن برسه. ما در آشپزی کردن هم خیلی از این حرکات رو داریم، مثل درست کردن کیک که ما میایم خمیرش و تخم مرغش رو کلی باید هم بزنیم تا آماده پختن بشه. برای درست کردن حلوا فرنی بعضی نشاسته ها اونا رو باید مدام هم بزنیم. بعضی وقتا هم میزنیم درش رو میذاریم، بعضی وقتا نه، باید کامل هم بزنیم از اول تا آخرش تا اون غذا آماده خوردن بشه و ته نگیره. بعضی وقتا ما وسایلی داریم که نیاز دارن به حرکت کردن، مثلا کولر ماشین. میگن شما اگه استفاده هم ندارید از کولر، هر ماه هر 2 ماه بذارید یه 5 دقیقه روشن باشه کار کنه که کولرش خراب نشه، اون گاز درون لوله ها خفه نشه، فاسد نشه. یا مثلا پمپ آبی که به ساختمان وصله اگر یه مدتی کار نکنه، مثلا 1 ماه اونو کامل خاموش کنیم، اون پمپ اون موتورش جام میکنه، دیگه کار نمیکنه چون رسوب گرفته، اثر آب، جرم آب در اون پمپ جمع شده و ما اونو هم نزدیم، این مواد جابجا نشده و مونده سفت شده. این هم تأثیر سوم حرکت روی بدن. اما مهمترین و بهترین حرکات برای بدن چیه که این تأثیرات داشته باشه؟ اسمش رو ما میذاریم ورزش. اما ورزش درست و اصولی، نه همینطوری 1 ساعت دویدن یا فوتبال بازی کردن. منظورمون زرج کشیدن، کار سخت کردن نیست. ورزش اصولی که برای هر فرد متفاوته، بسته به شرایط بدنی، جسمی و روحی و زمان و خیلی چیزهای دیگه متفاوته. اما خواص ورزش چیه؟ 1 افزایش توان بدن، زورمون رو قوی میکنه، کل بدنمون تقویت میشه. 2 سرحالی و نشاط. شما زمانی که خوابتون میاد، بی حال هستید، تنبلیتون گرفته، 5 دقیقه پاشید ورزش کنید. این خط سرحالی براتون میاره که خودتون هم تعجب میکنید. و کسی که پشت فرمون خوابش گرفته، 5 دقیقه بزنه کنار، ورزش کنه، دوباره بشینه رانندگی کنه. همین. به همین راحتی. موقع فیلم دیدن، موقع امتحان دادن، موقع خیلی از کارها میتونیم ما از این ورزش کردن استفاده کنیم که سر حال بیایم. مخصوصاً برای یادگیری و آموزش. یعنی ما موقعی که در یک سمینار هستیم، یک فایل صوتی تصویری داریم نگاه میکنیم و گوش میکنیم و آموزش میبینیم یا داریم کتاب میخونیم، این ورزش کردن خیلی تاثیر مثبتی توی حفظ کردن و یادگیریمون داره. نکته بعدی جذب بهتر غذاست. بعضی افراد میگن ما هر چی غذا میخوریم چاق نمیشیم. من به اندازه 3 نفر میخورم آخرش هم لاغرم. چرا؟ چند تا علت داره.
یکی از اونها به خاطر اینه که غذا خوب جذب بدن نمیشه. یکی از دلایل این موضوع به خاطر اینه که ما ورزش نمی‌کنیم. موقع فعالیت و ورزش بدن غذای بیشتری مصرف میکنه. اون چربی اضافی، اون غذای مونده‌ای که دور و بر خودش جمع شده در طول این مدت اونها رو مصرف میکنه. وقتی که تمام شد حالا غذای بهتری جذب خودش میکنه و غذای بهتر رو که خورد انرژی بیشتری هم داره، رشد بهتری هم داره. پس افراد لاغر هم میتونن ورزش کنن، فقط برای چاق‌ها نیست. وقتی که غذا خیلی بهتر جذب شد افراد چاق غذای کمتری هم میخورن. پس نگران نباشن بگن ما که چاقیم خودمون چاق‌تر میشیم. هم برای چاق‌ها خوبه هم برای لاغرها. سایر خواص ورزش تقویت معده، تقویت حافظه، تقویت استخوان‌ها. کسی که ورزش درست انجام بده دچار پوکی استخوان نمیشه. تراکم استخوانش همیشه بالا میمونه. همچنین مفاصل، مخصوصاً زانو، رباط‌ها اینها رو تقویت میکنه. دیگه سنمون که رفت بالا پیر شدیم دچار درد زانو نمیشیم. حرکاتمون سخت نمیشه نتونیم راه بریم. کسی که ورزش کنه همیشه بدنش اون آمادگی رو داره. همیشه میتونه حرکت کنه. اما کسی که ورزش نمیکنه حرکات بدنیش کمه. کم 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 مفاصلش سفت میشن. عضلاتش سفت میشن. انعطاف پذیری و اون حرکت و چابکیشون رو از دست میدن. به خاطر همین با افزایش سن دچار بیماری‌های سرد و مفصلی و حرکتی هم میتونن بشن. تأثیر دیگه ورزش تقویت نیروی جنسی بدنه. در کنار تغذیه و کارهایی که در قسمت قبلیمون گفتیم، ورزش کردن هم تأثیرش فوق‌العاده است. هم برای تعدیل نیروی جنسی اضافی و هم برای تقویت کردنش. نکته بعدی به بهبود خوابمون کمک میکنه. خب ما در قسمت 4 خیلی در مورد بیخوابی حرف زدیم. گفتیم که عوامل زیادی داره. ورزش کردن میتونه خیلی از اون عوامل رو برطرف کنه. میتونه سردمزاجی رو برطرف کنه، میتونه خشکی مغز رو برطرف کنه. میتونه رسوب خون در مغز رو کم کنه. میتونه اون موادی که در خون جمع میشن و باعث افسردگی و تنبلی میشن اونها رو کمتر کنه. خب این مواد زاد که کمتر شد، خوابمون بهتر میشه، روحیه‌مون بهتر میشه، اعتماد به نفسمون بالا میره. و بدنمون آماده میشه برای کار کردن. شما میخواید لباس بشورید، میخواید ظرف بشورید، میخواید اتو کنید، میخواید سر کار برید، میخواید خونتون رو نظافت کنید. اگه حرکات خوبی داشته باشید، قبلش آماده کنید خودتون رو، خیلی بهتر این کارا رو انجام بدید. فشار کمتری بهتون میاد. دیگه دچار کمردرد و زانو درد نمیشید. و اگر بخوایم ورزش رو در 2 کلمه خلاصه کنیم، کل خواصش رو در 2 کلمه میخوایم بگیم چیه؟ اون 2 کلمه میشه راز جوانی. به معنی واقعی کلمه. کار نداریم افراد ورزشکاری که شکستن، پیر شدن، بدنشون داغونه. اونا ورزششون اشکال داشته. در ادامه توضیحش میدیم چرا. ولی خیلی از پیرمردا هم داریم میبینیم که ورزشکار خوبی هستن، از بچگی دارن ورزش میکنن و بدنشون هم سر حاله، حافظه‌شون عالی داره کار میکنه. و ورزش کردن باعث پیشگیری و رفع خیلی از بیماری ها میشه، به خصوص از نوع بیماری های سرد مزاج. اما این همه میگیم ورزش خوبه، نمیخوایم برید باشگاه. اگه حوصله ندارید، اگه وقت نمیکنید، اشکال نداره، بازم میتونید ورزش کنید. پس جای نگرانی نیست که من تنبلیم میشه و حال ندارم، کی بره باشگاه، پول ندارم. اینا بهونه است. کسی که بخواد ورزش کنه، ورزش نه. کسی که بخواد کلا سالم زندگی کنه، همیشه میتونه. اما یک فهرست داشته باشیم از مطالبی که قراره گفته بشه. میخوام شرایط قبل و بعد از ورزش رو توضیح بدیم که اون کارها رو اگه انجام بدید بهتره. این که چطور ورزش رو شروع کنیم اصلا. من بدنم اصلا ورزشکاری نیست. تا الان ورزش نکردم. از فردا میخوام شروع کنم. چطوری باید انجامش بدم؟ فردا هم رسید. الان میخوام استارت ورزش رو بزنم برای امروزم. چطوری شروع کنم؟ چطوری به پایان برسونم؟ چقدر ورزش کنم؟ زمانهای مناسب ورزش کیه؟ زمانهای نامناسب کیه؟ مکان مناسب و نامناسبش کجاست؟ با چه وسیله‌ای ورزش کنم؟ میایم انواع ورزش‌ها رو میگیم. منظور ورزش برای اعضای مختلف بدن و اینکه ما حالا چه نوع ورزشی رو انتخاب کنیم برامون بهتره. فوتبال بازی کنم، کشتی بگیرم، بدمینتون بازی کنم، شطرنج بازی کنم، کدوم ورزش برای من بهتره؟
و بعضی وقتا به خاطر زیاد کار کردن یا ورزش غیر اصولی بدنمون دچار گرفتگی میشه، دچار درد میشه، کوفته میشه. اونو چی کارش کنیم؟ و چه ممنوعیاتی داره ورزش؟ یعنی ما بعضی وقتا میگیم ورزش خوب نیست، انجامش ندید در این شرایط. و توضیحاتی هم داریم در مورد سکون که مخالف حرکت میشه. و البته سوالات رایج رو هم جواب میدیم. اما یه نکته مهم، این دوره برای یک نفر که میخواد ورزشکار حرفه‌ای بشه مناسب نیست. کسی که شغلش ورزشه باید زیر نظر مربی و مشاور خصوصی خودش باشه. این دوره برای افراد عادی جامعه است، نه یک ورزشکار حرفه‌ای. برای دانش آموز، برای دانشجو، برای خانه‌دار، برای کارمند، برای افراد عادی جامعه. اگر دوست داشتید این آموزشمون رو تهیه کنید با آدرس iranmezaj.ir/tib یا ایران مزاج رو به فارسی می نویسید، وارد سایت شده و قسمت دوره‌های آموزشی رو از منو انتخاب می کنید. اگر سوالی هم براتون پیش اومد میتونید در واتساپ و تلگرام ازمون بپرسید یا از صفحه تماس با ما که در سایتمون هست. انشالله که از این دوره استفاده خیلی خوبی رو ببرید. محسن معزنی هستم، مدیر وبسایت ایران مزاج.